تا دوره رضاخان کردهای خراسان دارای حکومتی خودمختار بودند. در اوایل قرن 20 سردار خدو اولین اقدام برای استقلال کردهای خراسان را با تشکیل یک حکومت کمونیستی به انجام رسانید. سپس در سال 1327 هجری شمسی فرج الله خان بیچرانلو خان ایل همیشه سرفراز بیچرانلو با اعلام خودمختاری سرحد شیروان و تصرف شیروان بجنورد حتی کندن درب دارالحکومه بجنورد و نصب آن در درب طویله خان، تصرف فاروج، قوچان و چناران کردهای خراسان را به خودمختاری قلمرو خود امیدوار ساخت. ولی متاسفانه به علت عدم همراهی متحدان خان در تصرف مشهد و مرکز خراسان و جلوگیری از خونریزی زیاد، خان به سمت سرحد عقب نشینی کرد. هرچند در سال 1339 هجری شمسی با طرح ترور شاه و درگیری نیروهای کریم خان بیچرانلو مبارزات ملت کرد خراسان جان تازه‌ای گرفت، ولی با مسموم کردن رهبر این جریان و قتل وی این شمع امید استقلال کردهای خراسان نیز به خاموشی گرفت. در برهه جنگ جهانی دوم و چند سال بعد از آن در مناطق کردنشین شمال خراسان اتفاقاتی به وقوع پیوست که پیامدهای ناشی از آن تغییرات عمیقی را در سیستم فئودالی و ایلی کردهای خراسان به وجود آورد. پس از تسلیم شدن فرج الله خان بیچرانلو در سال 1327 هجری شمسی، رژیم وقت ایران با تصرف سرتاسر شمال خراسان بجز مشهد و تبعید وی به گلپایگان، عزم خود را برای درهم شکستن مقاومت ملت کرد خراسان از هر راهی بجز مبارزه مستقیم با آنها جزم کرد. زیرا مبارزه کردهای غرب و شمال غرب ایران به رهبری قاضی محمد در سال 1325 هجری شمسی در هم شکسته شده بود و دولت تمایلی نداشت در شرق نیز با آنها درگیر شود. این اقدام حکومت بدون خونریزی به سرانجام رسید، ولی دولت این را کافی نمی‌دانست. خان تبعید شد و مقر او در قلعه حسن شیروان به آتش کشیده شد. دولت در مناطق حساس اقدام به ایجاد پاسگاه ژاندارمری نمود و از بزرگان ایلات کرد برای مشارکت در سیستم سیاسی کشور دعوت به عمل آورد. خان لر قرچرلو از اولین کسانی بود که این دعوت را پذیرفت. هرچند کینه و دشمنی ایل بیچرانلو با رژیم به اینجا ختم نشد و در سال 1331 هجری شمسی هنگامی که خان حیات را بدرود گفت و کردها را از داشتن خانی دلیر و غیور محروم کرد، در بحبوحه ظلمها و فشارهای اعمال شده بر کردهای خراسان مردی دیگر پا به عرصه مبارزه نهاد. کریم خان بیچرانلو با درگیری با نیروهای شاه بار دیگر خاطره فرج الله خان بیچرانلو را در اذهان زنده ساخت. کریم خان برعکس فرج الله خان که به خاطر مصالح ملت کرد تسلیم شده بود، دست به مقاومت در برابر نیروهای حکومتی زد. ولی متاسفانه توسط خودفروشان نفوذی محل اختفایش در تهران کشف و در یک تعقیب و گریز و درگیری با نیروهای دولتی کشته شد.